جمعه درد میکنه. آخه خدا. سلام مادر. چرا این تیتی میکنه مادر؟ دستمی جمعه درد میکنه استخونامه. نشد به پیاتا بگم که من یک دکتری ببره. خسته و شیشته نمیتونم حکمه خواه پا خو. آخه مادر شما کمینا میخورین خیلی میشیم دیگه، نه پیاده روی میکنیم نه جایی میریم، همین تو بخونه میخوریم خوب بشیم. خب بیازو بدن شما درد میکنه، خب بریم صبح و صبح ورزش کنیم. ورزش فایده داره، به خدا دکتر فایده نداره. بریم به یک نسخه دوایی بخوریم و که خلاص شد دوباره پس هم میشیم. میگم صبح که بریم از اینجا تا گرده پارکی را پیاده روی کنیم. صبح که نماز میخونیم بریم از اون تا گرده پارکی، از اونجا یک دو تا نون صبحانه هم بوسینیم با بیایم پیاده بخورن. به خدا میتای تیار میشیم. من قوت ندارم بخوره. پاهم درد میکنه. خب آروم آروم پیاده روی کنیم، ایت تون تون نریم. ای بابا تو که دو روز تو بریم به تحصیل ورزش کنی و بیام به من میگه برو ورزش کن. علیده که صبح برو تو نون گرم بخورم میه. من قوت ندارم، پاهم به پی میشکنه. مادر واسه خود شما میگو به خدا تیار بشه. نگاه کنیم به می صبح که همین گرده پارک هدف شما نگاه کنیم بالا 1000 تا زن به پیاده روی میره. این چه زنان پیرزالیه، شما که خیلی پیرزالتریه مادر. میرن پیاده روی میکنن آروم آروم را میره، بعضیا عصای به دستی را میره. شما خب ماشاءالله خوبم دیگه. به یک هفته شما بریم اگه تیار نشدیم هرچی بگیم. از اون 100 گپ یک گپ ننه. من پیاده روی نمیتونم بکنم، من ورزشم نمیتونم کرده. خب مادر ورزش که نمیکنیم حداقل رژیم بگیریم، غذا خود کمتر کنیم. چی رژیم بگیرم؟ لقمه نونه که پیاده میاد به من میده بازم برم کم بخورم. چی میخورم؟ یک کف تصمیم میخورم 2 لقمه مگه برای این چیزی باشه بخورم. خدا ضرر داره برای شما، به خوبی خود شما میگم ما. خوبه با تو اندام شما که خراب شه با سیکتیم که پیار میاد که دیگه برو شما تک. چیکار کنه؟ یک زن دیگه میگه اندام شما خراب شه. بو من چکار شده که برای زندگی بگیره برای بمار پیاده. خب من دیگه گفتم دیگه مادر. خوبه. میرو ورزش میکنم بخیر الهی خیبینی بیا بده اینجا درس اخلاق میاد میده و ورزش که پیامه میره زن بکنه. آرمان بکن دل تو پیاده بمونه. دخترها قدیم نمیگم انباق داری، میگن نه دختر دارم. از انباق بدتره می دختر. آخه دختر رو سایدار رو بگید. باشه بابا همونجا بذاره میبرو باش پس کنه. خوبی زنه. سلام خوبی سلام. باور که از این رزینا تا بالا نمیشم. بیت نفس مده که بالا میای. همین نفس ما تنگ نمیشه زن. که چی؟ نگو. از بودم همین دختر تو بیامده و میگه من درس میده. به من میگه برو ورزش کن. برو به گرده پاک صبح صبح. علی برو اونجا بده کو از برام تو ترمیم بخستمانه بیا سرحال میشی. راست بگم به نظر من به شما خوبه بری ورزش کنی. به من که خوب نیه. بری تم خوبه زن به خدا راست گفته. به تم خوبه به من خوبه. خیلی گپ به جای زده. همون که میگه عقل سلیم در بدن سالم. به خدا همین ورزش بهترین چیزیه. یعنی میگی برو ورزش کنم. حالی ورزش نمیکنی بگی خیلی تو رژیم میگیریم. هیچ گپی نیه. چی میخوری که ما رژیم بگیریم شما؟ فقط همین بمونده که مر بخوری میگه چی میخوریم؟ حتی که من قبلی قوری میشینی فش میزنی بالا میدی باز میگه چی بخوریم چی بخوریم؟ این گوشتایی که تو میاری من چی میخورم که با فش زننده که دمی که پای میزنی مرد که بخورم به هیچ خودی عطاری نیه. آخه من نمیگم نخور بخور به رقمیو تو نمیفهمی بخوردن خو نمیفهمی. تو دل تو هست که قوری خلاص شه بدون فکر نی که سیر شدی. تو میخوری تا خلاص شی نمیخوری تا سیر شی. خوبه چی رقم رژیم بگیرم؟ حالا بگی. رژیم از اینه که همین سیستم غذایی خود باید ما و شما بفهمیم. چی رقم غذایی بخوریم که به صحت ما فایده داشته باشه ما چاق نکنه. خب همون سیستم و همون چیزا رو همه ببری تو میگم بس خلاص خیلی تو شروع میکنیم همین رژیمه. خوبه. اینه تاثیرام گاهی وقتا میگه تاش از این راپلا تاش بالاش رو هم ورزشی رژیم هم بگیری با خدا یک اندامی نمیکنی فقط سیخ جاری میشی. وقتی که باز تو میفهمی که زن فلانی به تقویمی میگم سیکو چی اندام داره خدا ای چی اندام داره کمر انه ایته میگم حالا خود تو سیکو که فقط بشکا قیلی تو فرق نمیکنه از سر تا پا تو بس خلاص اندام سیکو بشکی قیلی به کجایون دیگه؟ مادر بشکی قیل میگه بشکی قیلی به کجایون تو به گپ ما مقابل رژیم بگیریم اگه اندام تو همین چی تو برابر نشد هر چی مستی بگو. خب چی بخورم چیکار کنم حالا؟ چی بخورم؟ چی بگو نخورم ایتو. چی نخورم؟ باز ما به تو میگم که چی نخوری من به خود هم میگم به تم میگم
خب. من تو سه که به ظرف یک هفته هر کدوم و 2 نفر حداقل 6 کیلو کم بشین. خوبه. هم به نفع مونه، هم مصرف ما کم میشه، هم پولی به ما ذخیره میشه، هم بدن ما سالم میمونه. دیگه چی مهمه تو؟ به خدا بخاطر پول میگی کم بخورو. لا قبل بالا. هم گپ میزنی واسه بره باره دیگه لقمه برنج جوش دادی تو که من میخورو. خب همین برنجای همین روغنایی که آدم در بدن میکنه. همین روغنایی که والا قلب بند میکنه، همین برنجایی که شکم رو کته میکنه. خب همینا رو آدم کمتر میخوره، میخوره خیلی سبزیجات میخوره، میوه میخوره. این چیزا میخوره. همیشه دمی که ما خوش 2 تا یک دونه سب بخوری بس. نی که تو گوشتا لند خدی کیچینی میخوری، بس خلاص سر را میگذری. این میده دیگه پدر هست. ای نه که بابیلا نخورو که دل من میترخه. نخورم که دل من میترخه. نخورو که نمیشه که میتونم با پا بسته کو. شگه پا میزنی. خب پس چی دیگه؟ همین چیزی باشه. من به خیر خوشی خود من رژیم میگیرم. وزن خود کم میکنم. باز اگه دیدی که یک شاخ شمشاده به خونه آوردم گله نکنی. بابا دل شما بمونه او ارمان بم کرخک دل شما. خب پس رژیم. من روز اول کامدم همینجا که ملبری که بیدم محبودی دیگه. خب پس حالی دیگه. از بس میخورم مثل پیری میشه ولی یعنی تی چیز شدم. چه میکنی دختر؟ هیچ مادر همین برنامه ورزش یعنی خیلی ببینی دختر خواب گردم. چیکار شده مادر؟ همین که گفتی رژیم بگیری رژیم گرفتم 2 کیلو فرق کردم 2 کیلو لاغر شد. خب من که میگم مادر ورزش سلامتی میاره برای شما. اندامم خوب شده نه؟ خوب شده مالی. همین 2 هفته دیگه همین تو که رژیم بگیریم انشالله رژیم میگیرم ما. خوبه ایت زیاد برنج و گوشت نخوریم. نمیخورم نه خیلی هم نمام بیازو. میگم دیگه سالاد چیزا و سبزیجات بخوریم من فایده داره هم که چاق نمیکنه من به باشگاه میرم من استادم میت توصیه خوبی نمیکنم مادر گیت بخوریم میت بکنیم روزا بخوریم هم کم 1.5 ساعت ورزش کنیم. همین شما دیگه ورزش دیگه من از زمین پیلا 1-2 دفعه بالا پایین که بریم خیلی به شما فایده. خوبه دیگه خیلی نه صاحب اون میشی. سلامت حالا یک کمکی در نفس به راستیه میتونم عدلی رو دیگه شما دیگه با همه میخوردین خیلی میشدین خب من میرم تو کار دارم مادر. کجا میری مادر؟ میرم یک کمک درسا خوب بخونم بعد دوباره میرم. خوبه بخیر. خوبه نانه برو. خداحافظ. بخیر به سلامت. خدا می دخترک به راست بگی. دختر آلی پچالی. یاره که خداتون خیر بده زن. خداتون خیر بده دختر. کمی گپر بزدی. هم مادر تو حداقل الان رژیم میگیره همه. چی رقم اندام تو به خدا؟ اندام شما تفاوت کردنیه؟ از میشته اصلا به خدا فرق کردی. منتها زن من نمیفهم. خب برفتم خور وزن کردم. خب فکر میکنم که میده هی لاغر شده میرم. خب یعنی راست میگی من از اون روزی که من رژیم گرفتم من میگه یعنی فهمیده نمیشه که به چند کم شدم. والا معلوم میشه اندام تو کمی چی خود بشده. منتها روی تو همون زوالی خمیری که بودم اون هست زن. نگیم دیگه یعنی من حالی از این اندام خود 2 کیلو کم کردم. خب دیگه شما ایشته از من دیگه زن خب از روزی که این ورزش شروع کردم خب پیاده روی میکنم گرد پارک میرم دیگه بس خلاص خوب راه میرم. خب من 2 کیلو کم کردم. یعنی 2 کیلو کم کردی؟ خب خوبه دیگه 2 کیلو کم کردم. منتها یک چیز خیلی جالبیه زن. چی جالبه؟ من میتیرون میمونم. خب که من می ورزش بکردم زحمت بکشیدم خلاصه چیزی نمیخورم همون چیزی که تو میگی میخورم همون چیزی که بار میکنی میخورم سبزیجات زیاد میخورم نمیفهمم که چی رقمه از یک طرف بدن 2 کیلو کم شدم. خب باز از یک طرف بدن دیگه پس 2 کیلو اضافه شدم. چرا ایته یعنی چی؟ نمیفهم با خدا. خب چرا از یک طرف کم شد از یک طرف دیگه اضافه شد با؟ همین من نمیفهم جالبه. اول چیز میزی میخوری من خبر ندارم. والا چیز میزی هم خوب اگه دروغ با تو بگو خب دروغگو دشمن خداه. چیز میزی هم میخورم ولی همین خوشحالم زن خب که میتونم مساوی پیش میرم. یک طرف 2 کیلو کم میشم با یک طرف 2 کیلو اضافه میشم. تو اشته شده که از یک طرف 2 کیلو وزن کم میکنی از یک طرف دیگه 2 کیلو اضافه میکنی. حتما تو چیز میزی میخوری از من پیدا میکنی. نه زن ما واقعیت به تو میگم من هیچ چیزی نمیخورم. همون ورزش خورم میکنم رژیم خورم میگیرم دیگه من یک چیز خاصی نمیخورم.
من تا یک چیز واقعیت به تو بگم زن. چیکار میکنی؟ واقعیت ما بگم همینجا نگه کنم شومی به من دروغ میگه. خب بگو. فقط همین بسته روز رژیم میگیرم. خب شب و خوانی میبینی پیش تو شیشتی هیچ چی نمیخورم. خب فقط همین دمه که شما سرک خود میگذاریم به خوب. خب همون لازم رژیم ندار. مثلا چیکار میکنی؟ چی میکنی؟ مثلا همون دم خور میزنم به یخچال. خب همون غذایی که از شب مونده همین نکات پاک پی همه میخورم. انا میره غم بده. الله لوکا که بخوری تو رژیم نمیگیری، تو فقط من اجر میدی، من گوشنگی میدی ها. که به من میگی تو نخور. من میگیرم رژیم خوب خدا زن میگیرم. ایشته رژیم میگیری خود نصفشه به یخچال میزنی. من میگم که غذا به چی گم میشه در یخچال، این که نگی تو لوکک میکنی ای درد بیدرمونو بخوری الله. آخه یعنی دمه که تو بیداری من میبینی چیزی بخورم. خب وقتی که تو خیلی رژیم خور میشکنم